پاکسازی نفرت. می‌دانید عجیب است، اما گاهی به نظر می‌رسد که ما با نفرت نوعی رابطه عاطفی داریم. ما چیزهایی را در اخبار و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی می‌بینیم که ما را به شدت برمی‌انگیزند و حس بسیار قدرتمندی از تنفر را نسبت به برخی از افراد یا موقعیت‌ها در ما ایجاد می‌کنند. اما این برای ما خوب نیست. پس لطفاً لحظه‌ای تأمل کنید، چشمانتان را ببندید، نفس عمیقی بکشید و به چیزی که واقعاً از آن متنفر هستید فکر کنید. به این کار ادامه دهید. چه چیزی واقعاً شما را از نفرت برمی‌انگیزد؟ به خودتان اجازه دهید از آن آگاه باشید. آن را در کجای بدن خود احساس می‌کنید؟ در مقیاس 0 تا 10 چقدر از آن متنفر هستید؟ شما می‌دانید تمام این نفرتی که احساس می‌کنید، آن چیزها، آن اشخاص یا آن وضعیت را تغییر نمی‌دهد. این احساس فقط به خود شما آسیب می‌رساند. بنابراین بیایید با پذیرش مسئولیت کامل سلامتی خود این جملات را با هم تکرار کنیم. با وجود این همه نفرتی که احساس می‌کنم، من انتخاب می‌کنم خودم را دوست داشته باشم و بپذیرم. با وجود این همه نفرتی که احساس می‌کنم، من انتخاب می‌کنم خودم را دوست داشته باشم و به خودم احترام بگذارم. این همه احساس نفرت. بخشی از وجودم فکر می‌کند که این احساس خوبی به من می‌دهد. باعث می‌شود که احساس قدرت کنم. باعث می‌شود احساس حق به جانب بودن کنم. و حتی باعث می‌شود که احساس برتر بودن پیدا کنم. با وجود این همه نفرتی که احساس می‌کنم، من تصمیم می‌گیرم که عمیقاً و کاملاً خودم را دوست داشته باشم، بپذیرم و به خودم احترام بگذارم. و شاید حتی تمام آن افراد یا چیزهایی را که این نفرت را نسبت به آنها احساس می‌کنم. البته شاید هنوز برای این کار آماده نباشم. این همه نفرت. این همه نفرت. این همه نفرت. این احساس بسیار قدرتمندی است. گویی واقعاً کاری انجام می‌دهد. و همینطور هم هست. این احساس به من آسیب می‌زند. و من سزاوار این نیستم. من لایق بهتر از اینها هستم. این همه نیاز به نفرت داشتن. من برای نفرت داشتن برنامه‌ریزی شدم. در طول زندگیم به من یاد دادند که چگونه متنفر باشم. به من یاد دادند که از چه چیزی متنفر باشم. و به من یاد دادند که از چه کسی متنفر باشم. آن هم اغلب بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای. زیرا اگرچه ممکن است دلایل زیادی برای نپسندیدن چیزی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیل خوبی برای نفرت وجود ندارد. قطعاً چیزهایی در دنیا وجود دارند و رفتارهایی از سوی افراد خاص که من اصلاً آنها را نمیپسندم.
و به هیچ عنوان آنها را تایید نمی کنم. اما نفرت آنها را متوقف نمی کند. این فقط آسیبی است که در تلاش برای آسیب زدن به شخص دیگری به خودم وارد می کنم. من اکنون انتخاب می کنم با خودم مهربان‌تر باشم. بنابراین نفرت را رها می کنم. من تمام این نفرت را رها می کنم. آن را از تک تک سلول‌های بدنم پاک می کنم. آن را از تمام گذشته‌ام پاک می کنم. من این نیاز به نفرت داشتن را رها می کنم. من تمام ترسی را که در پس آن نهفته است رها می کنم. زیرا اگر با خودم صداقت داشته باشم، می دانم که نفرت داشتن صرفاً ناشی از ترس است. پس من این ترس را رها می کنم. من از چه چیزی اینقدر می ترسم؟ اگر چیزی هست که نیاز به تغییر دارد، من انتخاب می کنم هر کاری از دستم برمی آید برای تغییر آن انجام دهم. اما نفرت تغییری ایجاد نمی کند. و از آنجایی که همه چیز انرژی است، من به هر چیزی که در جهان وجود دارد متصل هستم. پس وقتی نفرت می‌فرستم، در واقع آن را به چیزی می‌فرستم که به من متصل است. بنابراین من تصمیم می‌گیرم که این نفرت فراگیر را از وجودم پاک کنم. من به رهاسازی نفرتی که در جهان وجود دارد کمک می‌کنم. و من هر گونه نیاز به نفرت داشتن را کنار می‌گذارم. بسیاری از نفرت‌ها ناشی از سوء تفاهم هستند. و من از گرفتار شدن در آنها خسته شدم. من انتخاب می کنم راه بهتری برای احساس کردن پیدا کنم. من انتخاب می کنم راه سالمتری برای واکنش نشان دادن پیدا کنم. و من انتخاب می کنم که راه محبت آمیزتری برای پاسخ دادن پیدا کنم. این به آن معنا نیست که باید چیزی را که تایید نمی کنم دوست داشته باشم. هرچند این هم ممکن است تجربه جالبی باشد. اما من دیگر نیازی به نفرت ندارم. لازم نیست برای تغییر چیزی از آن متنفر باشم. بنابراین من آسیبی را که نفرت ایجاد می کند رها می کنم. من نفرت را از بدنم پاک می کنم. من نفرت را از جهان پاک می کنم. من نفرت را رها می کنم. من خودم را آزاد می کنم. من انتخاب‌های بهتری می کنم. من سزاوار این هستم که احساس خوبی داشته باشم. من لایق حال خوب هستم. در حالی که بخشی از وجودم فکر می کرد نفرت حس خوبی دارد،
و به من برتری می دهد. اما عشق احساس بسیار بهتری است. و اگر می خواهم تغییری در جهان ایجاد کنم، از جایگاه عشق می توانم بسیار مؤثرتر عمل کنم. من با انتخاب عشق از لحاظ جسمی، ذهنی و روحی بسیار قدرتمندتر می شوم. حالا یه نفس عمیق بکش. بیا به خودمون لطف کنیم و به حرف کسایی که به ما میگن نفرت رو در وجودمون نگه داریم گوش ندیم. احساس قدرتمندتری رو انتخاب کنیم تا بتونیم تفاوتی در جهان ایجاد کنیم. تفاوتی بسیار بزرگتر و بسیار بهتر. به خاطر این کار ازت متشکرم.